در درس فقه چه خیلی گفتم، حاضر یک دقیقه. Recording in در progress. درس فقه ما درس تیمم داریم. خواهران عزیز، پروردگار برای آسان کردن شریعت برای من و شما میگوید فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من. در سوره مائده آیت 6 آمده است که میگوید اگر شما بیمار هستید یا در سفر هستید و به خاطر بیماری نمیتوانید طهارت کنید یا اینکه به خاطر نبودن آب نمیتوانید طهارت کنید، در این وقت شما با خاک طهارت کنید. یعنی چقدر دینی آسان است دین ما که اگر شما بیمار هستید نمیتوانید به آب دست زنید یا در جایی هستید که آب ندارید و آب برای طهارت نمیرسد، میگیرید و با خاک چی میکنید؟ طهارت میکنید و حتی غسل میکنید. یعنی اونهایی که من خواهرام موضوع تیمم رو گرفتیم پورا نکردیم، برای همین از اول گفته یک بار تمام کردنی هستن. اونهایی که بیمار هستن و غسل کردن نمیتوانند، مثلا بعضی خواهرها هستن که میگن من در بیمارستانم از حیض پاک شدم چیکار کنم، من به آب دست زدن نمیتوانم. بعد از حیض پاک شدن هم حتی شما اگر برای غسل کردن علاج ندارید یا آب نیست یا چه خیلی گفتم بیمار هستید، یک بار تیمم میکنید. تیمم میکنید و نمازتون رو شروع میکنید. تیمم هم به جای طهارت میشود هم به جای غسل میشود. یعنی با تیمم حتی جای غسل رو هم گرفت گفته عبادت هایتون رو شروع کرده میتوانید. درباره تیمم ما گفته بودیم که خواهران عزیز در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هر چیزی که از جنس زمین است، مانندی چی؟ ریگ، مانندی خاک، حتی مانندی سنگ یا از زمین هر چیزی که یعنی مثل خاک است، یعنی سنگچه های میده، با اینها شما تیمم کرده میتوانید. یعنی و تیمم فقط 3 شرط دارد. یکی نیت کردن، یکی یک ضربه زدن و به چهرهتون مالیدن، یکی دیگر یک ضربه دیگر زدن و اول با دست چپ دست راست را مس کشیدن، از انگشتان میروید تا اورنج بعدم برمیگردید، دویمه با دست راست میزنید و باز از انگشت ها بالا میروید پایان میفروید. اگر شما با ترتیب نبو فقط زدید و مالیدید دستتون رو، اینش رو هم زدید و این طور مالیدید، همین که تیمم کفایه. اما اینکه تیممی که یعنی سنت هایش انجام شود و با شکل خوشرو تماما انجام دهید چی است؟ نیت کردید. بعد از نیت کردن که البته نیت تیمم هم جایش قلب است، یک ضربه میزنید و نیت رو با قلبتون فقط میگوید که از اینکه آب نیست من طهارت میگیرم با چی؟ با تیمم کردن. و یک بار میزنید و به چهرهتون کاملا با 2 دست میمالید، یک بار دیگه میزنید باز چپ اول راست رو، بعدن با راست چرا چپ رو. با همین شما دیگر پاک شدید. یعنی بعد از این شما میتوانید نمازتون رو خونید. و حتی گفتم و شما غسل فرض باشد هم حدیث در بخاری است، حتی صحابه های بودن که وقتی که از هلاک از آب خنک میترسیدن غسل میگرفتن با تیمم. یعنی وقتی شما حتی به جای غسل تیمم هم کرده میتوانید. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی وسیع است مسئله تیمم. هر چیزی که غبار دارد با اون تیمم کرده میشود. دیوارهایی که کرسکنه و عموما مثلا در اون خاک است یا اینکه لابیده شده است با بور و چیز دیگر، با اون هم میشود تیمم کرد. اما در دیگر مذهب ها، در مذهب جمهور فقط با خاک میشود، فقط با خاک که تازه می شود، غیر از خاک به چیزی نمی شود. و میگویند وقتی الله میگوید فتیمموا صعیدا طیبا، صعید هر چیزی که در بالای زمین است، اما جمهور میگن سعید گفته اصلا خاک رو میگوین فقط با خاک تیمم کنید. برای همین برای بیرون شدن خواهران عزیز از تمامی اختلاف ها بهترینش به سنگ زده و به دیوار زده و به غبار زدنه. شما به خاک زده چی کنید؟ تیمم کنید. و خوش به حال بعضی بیماران که در نزدشان در یک ظرفه یا در یک پاکت چی دارن؟ خاک تازه دارن. بعضی پیرزن و پیرمرد هایی که هر روز میخیزن به اون دست میزنند و طهارت میکنند با همون خاک. و یکی از گپ های اکثریت خواهران است که میگن من طهارت کردم بیمار میشم، من طهارت کردن نمیتوانم، فلان خیشی من نماز نمیخوند به خاطر اینکه به آب خنک دست زد گرده هاش ورم میکند، به آب دست زد اگر
بیمار می شود، با خوک این وقت تیمم کنید و نماز رو خوانید. این یک بهانه های هست. اما از جهت دیگر خواهران عزیز، خیلی زیاد بیماری های هست که شما در کرونا ویروس هم به این شاهد شدید. خیلی زیاد بیماری هایی هست که با آب شستن اون بیماری ها رو از بین میبرد و همه اتفاق بودن که کمترین آسیبی که کرونا ویروس رسانید این دولت های مسلمان بود، چون دولت های مسلمان در یک روز چند بار بینی خود را می افشانند، گلوی خود را می چایقانند و چیکار میکنند؟ استنجا میکنن. آب تقریبا به اکثریت کسلی ها شفا هست و درد نیست. و اونهایی که میگویند من خصوصا زنها گزک میگیرم اگر مثلا مستحب کنم، یا اینکه من بیماری درد شکم میشوم، اینجا بهانه های خیلی زیاد است. یقین بدانید که آبی که الله برای ما نازل کرده است، با شستن اون همیشه سلامتیتون خوب میشود و بد نمیشود. و خیلی از کسلی های هم هست که حتی مثلا کسلی های شمار زدگی هست که از گرمی داخل آب یخ می شوند بعضی ها و میگویند این چرا ایمونیتت رو هم به قوت میکند. یعنی آب رو بهانه کرده اونهایی که نماز نمیخوانند، زیادیش مشکلی آب نیست، مشکلی نفس امارهشان هست یا همون شیطان بزرگشان است که به آنها اجازه نمیدهد. وگرنه آب دوای اکثریت دردها ساله. به هر حال آره بعضی دردهای هست، بعضی کسلی هایی هست که علاجی به آب دست دادن نیست، یا بعضی بیمارها هستند که در نزدشان یک نفر نه که برای طهارت به آنها کمک کنند. در این وقت برای شما پروردگار اجازه داده است که بگیرید خاک را و با خاک چکار کنید؟ تیمم کنید. و آنهایی که با خاک تیمم میکنند خواهران عزیز میتوانند با همون تیمم نمازهای نافله شان رو خوانند، قرآن خوانند، حتی دیگر نماز رو هم خوانند. اون چیزی که طهارت رو میشکند از ریختن خون و از برآمدن نجاست و خواب و قهقه در مذهب ابو حنیفه چه خیلی که پیشتر گفتیم، تیمم رو اون هم میشکند. و این چنین پیدا شدن آب، همین که شما آب رو پیدا کردید یک بار تیممتون میشکند، باید چیکار کنید؟ با آب طهارت کنید و وقتی که آب آمد تیمم چی می شود؟ باطل می شود. یعنی شکننده های طهارت همون شکننده های تیمم هستند، فقط تیمم با اون فرق می کند که شما با تیمم مثل غسل، یعنی همچون غسل حساب کنید و چندین سال هم می توانید تیمم کنید. و اونهایی که مثلا شرایط ندارند و آب دست دادن با تیمم نمازهای خود را دوام داده می توانند. و این چی است؟ این آسانی در دین ما هست که پروردگار برایمان این گونه آسانی را داده است. و بعد از تیمم ما خواهران درس نجاست ها داریم، چه چیزها نجاست است و چگونه آنها را باید تازه کنیم که این مسئله خیلی مهم است، خصوصا برای زنها. ان شاء الله درس دیگر دوام میدهیم.